On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes. سلام، من مهسا موهق هستم. امروز قراره از سلبریتی ترین کتاب فروشی دنیا براتون بگم. کتاب فروشی شکسپیر و شرکا در قلب پاریس. شکسپیر و شرکای اصلی رو خانم سیلویا بیچ تأسیس کرده که یک مهاجر آمریکایی بوده. کتاب فروشی در خیابون دوپویترن که 700 متر یعنی 9 دقیقه پیاده با فروشگاه الان فاصله داره تأسیس میشه. فروشگاه در سال 1922 به یه مکان بزرگتر در خیابون اودئون در منطقه 6 پاریس که اونم 850 متر یعنی حدوداً 11 دقیقه پیاده با کتاب فروشی فعلی فاصله داره منتقل میشه. در دهه 20 میلادی اون کتاب فروشی که کتاب هم قرض میداده محل دوره همی نویسنده ها و شاعرای مشهوری از جمله ازرا پوند، ارنست همینگوی، جونا بارنس، جیمز جویس، اسکات فیتزجرالد و مادوکس فورد بوده. شکسپیر و شرکای اصلی در سال 1941 بعد از اینکه پاریس توسط آلمان نازی اشغال میشه به اجبار تعطیل میشه. خانم بیچ دستگیر میشه و نازی‌ها اون رو به زندان محکوم میکنن. در انتهای جنگ بیچ از زندان آزاد میشه، اما مریض احوال بوده و توان بازگشایی مجدد کتاب فروشی شکسپیر و شرکا رو نداشته. کتاب فروشی که بعداً تأسیس شد و هنوز سر پاست در پلاک 37 خیابون لابوشقی در منطقه 6 پاریس واقع شده که یه آمریکایی دیگه به اسم جورج ویتمن در 1951 افتتاحش میکنه. در ابتدا اسمش لومیسترال یا به قول فرانسوی ها لومیستقل بوده که در 1964 یا 65 برای ادای احترام به سیلویا بیچ در 400مین سالگرد تولد ویلیام شکسپیر به شکسپیر و شرکا تغییر نام میده. امروز شکسپیر و شرکا یک کتاب فروشی عتیق است و کتاب‌های نو و دست دوم داره و همینطور محل عمومی توی طبقه سومش داره برای اینکه آدما بیان بشینن کتاب بخونن، شاید هم پیانو بزنن. از 1951 که افتتاح شده تا امروز 30,000 نفر روی تشک‌های بین قفسه کتاب‌ها شب رو گذروندن. ظاهراً یه گربه مشهوری همونجا بوده که البته من افتخار ملاقاتش رو نداشتم. چسبیده به کتاب فروشی یک کافه با همین اسم هست که حتی منوش هم توی سایت شکسپیر و شرکا هست. و اما مهمترین بخش برای ما فرزندان کوروش و نوادگان داریوش. یه پلکان قرمز توی فروشگاه هست که ترجمه یه شعر حافظه. نمیشه ازش عکس گرفت و بعد کارت پستالش رو بخریم. براتون متنش رو میخونم، اگه متوجه شدید کدوم بیت حافظه یا توی اپ‌های پادگیر یا توی شبکه‌های اجتماعی پادکست کامنتش کنید. من خیلی فسفر سوزوندم ولی نفهمیدم. Being of your own light, the astonishing in darkness, lonely or when you are, I could show you, I wish. در 1981 یک کتاب فروشی در شهر نیویورک به این اسم افتتاح شده که شعبه شکسپیر و شرکای پاریس نیست. کتاب فروشی شکسپیر و شرکای اصلی پاریس رو در فیلم‌های قبل از غروب بیفور سانست، جولیا و نیمه شب در پاریس، میدنایت این پاریس هم دیدیم.